درک چیزی که گفتم خیلی ساده است آقا عدنان. باید از این مناقصه انصراف بدین. آخه واسه چی؟ چون نمیشه تمام مناقصه ها رو شما برنده بشین. متوجه شدین؟ بقیه هم باید یه چیزی گیرشون بیاد. خب آخه باید قیمت بالاتری پیشنهاد بدن تا اونا هم برنده بشن. ولی خود نمیتونن بدن. همیشه یه راهی پیدا میکنی یا بالاترین قیمت ها رو میدی. ما میگیم این دفعه یه قیمتی پیشنهاد بده که مناقصه رو تو برنده نشی. کار سختی ازت میخوام. ولی این با ضوابط کاری من جور در نمیاد. شما داری منو تهدید میکنی؟ نه. تهدید مهدید نیست. آها. فقط یه خواهشه. هنوز ندیدی تهدید یعنی چی؟ دخترم چیزی نیست عزیزم، برای چی گریه میکنی؟ هالوک؟ ریحان من ریحان ولم کن. گوش کن چی میگم. چی رو گوش کنم؟ کدوم حرفتو گوش کنم؟ آخه یعنی تو یه ذره هم عوض نشدی؟ مگه نگفتی دوستم داری؟ چطور تونستم حرفتو باور کنم؟ من تو رو هنوز ساکت شو، بهم دروغ نگو. ای بابا مثلا خواستی مثل آدم حرف بزنیم. پس اول برو آدم شو بعد بیا. زود باش برو. برو بیرون. دخترم تو این مرد از کجا میشناسی؟ آقا عدنان، از خیلی وقت پیش میشناسمش، تقریبا از بچگیم. خیلی عذر میخوام قربان، لطفا منو ببخشین. آقا عدنان قراره به آقا عدنان آسیب برسونم. هالوک چه شد؟ تمومه. خیلی ترسید. مناقصه مال ماست. امانتی رو بذار اینجا. چرا؟ رسم همینه مگه نمیدونه؟ خیلی خوب حالا جیم شو. هالوک تو چطوری پیدا میکنی؟ وقت این حرفو نیست. چی کار کردی؟ بگو زود باش. بگو که کاری نکردی. مگه باید به تو جواب پس بدم ها؟ بگو ببینم با عدنان چی کار کردی. برو بابا کم درد سر داشتیم اینم اضافه شد. حتما یه کاری کردی. آقا عدنان بفرمایید. حالتون خوبه؟ خدا رو شکر. ریحان خیلی خوب. مادر میسوزه. خب معلومه که میسوزه. حالا بگو جریان چی بود؟ بعدش چی شد؟ از رئیسش آقا عدنان اجازه گرفت. فکر میکنم آقا عدنان آدم خوبیه. جلوی خونش با هم صحبت کردیم.
خب دیگه تمام شد. چی میگفت؟ چیز تازه‌ای نگفت. فقط تو این فکر بود که هالوک چرا عوض نشده. میگفت با این همه بلایی که سرش اومده، حالا که از زندان آزاد شده بازم اسلحه دستشه. مثل این که این پسر خیلی شبیه توه. یعنی چی؟ خودتو یادت میاد سر دوراهی بودی؟ بعدش چی شد که منصرف شدی؟ چرا؟ مگه به خاطر این نبود که قلبت مملو از ترس از خداوند بود و می‌خواستی به راه راست رو بیاری؟ به نظر تو من چه جور آدمی هستم؟ تو ماما ملکو خیلی دوست داری. هر کاری بگه میکنی. اگرم بگه نکن تو نمیکنی. خب یعنی هنوزم همدیگر رو دوست دارن؟ کیا؟ خب معلومه دیگه، هالوک و ریحان. میای، میدونم که میای. ای بابا، این دیگه اینجا چی کار میکنه؟ برای چی نونوایی رو ول کرده اومده اینجا؟ میدونستم. مادرم درست میگفت، حق با اون بود. سلام آقا. خدا رو شکر حالتون بهتره. ای بابا، خوب باشم و نباشم چه فرقی میکنه؟ دیگه آرامشی نمونده. این چه حرفیه میزنی؟ سلام به همگی. خوش آمدی سنا. خب مراد نیستش؟ نه نیومد. ای بابا، یعنی بازم رفت سراغ یکی دیگه؟ تو میدونی کجاست؟ فکر کنم رفته پیش همون دختره اسمش ریحانه. خب اما ابراهیم ماشاءالله خیلی بهتری. ای بابا همش هم این حرفو بهم نزنین. بریم با مراد صحبت کنیم. چرا؟ من دیگه از این همه حرفای بی خودی خسته شدم. این همه بار روشونه های پیرم سنگینی میکنه. والا چی بگم، میرم خونه نیست، میام اینجا نیست، نونواییم که دیگه نمیاد. حالا مسئله ریحانم روش. خیلی خوب عمو ابراهیم، حالتون کاملا خوبه. من دوباره نزدیک ظهر بهتون سر میزنم. مادر، صدامو میشنوی؟ کاش میشنیدی. اون وقت متوجه میشدی چیا میخوام بهت بگم. مادر، راستش من اعتراف میکنم از این کارا خسته شدم. یعنی چطور بگم، به خاطر ریحان. به خاطر ریحان. میدونی چیه مادر؟ خب الان من کارایی دارم، یعنی یه کاری واسه خودم جور کرده بودم. اگه حالا همینطوری ولش کنم ریحانم اینو درک نمی‌کنه. مراد باز که تویی؟ حرفایی رو که به مادرت زدی شنیدم. یه زمانی منم به مادرم اینا رو گفتم. چی داری میگی؟ چرا نمیری به عمو ابراهیم سر بزنی؟ یکم صبر کن سونا. تو ذاتن آدم خوبی هستی هالوک. یه بار دیگه فکرتو بکن. یعنی چی؟ ببینم تو از کجا میدونی آدم خوب چطوریه؟ شما ساکت شو، مگه مجبوری همیشه اینقدر بی موقع صحبت کنی آخه؟ برای چی اینقدر اصرار به این کار داری ها؟ تو چی کاره ای؟ ها؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو دیوونه ای؟ زدی به هدف. سونا ببین با عثمان افرادش. چی؟ اونجام رفتی؟
من نگرانتم پسر. ببینم نکنه سراغ ریحانم رفتی؟ ریحان؟ بازم ریحان؟ تو ریحانو از کجا میشناسی؟ مگه میشه کسی ریحانو نشناسه؟ مروه صبر کن. مروه چی داری میگی؟ مروه بس دیگه، خودتو ببین. انگار فقط ما بدیم و تو خوبی. داری سعی میکنی منم منصرف کنی؟ به لطف شما آدم میمونه چه کاری درسته. سونا. چی میگی؟ آی سونا. برو بابا تو هم منو مقصر میدونه. به جای این کاره برو یکم به این عمو ابراهیم برس. عمو ابراهیم، از دست من عصبانی هستی؟ میدونم که هستی. یه چیزی بهت بگم، حق داری، ولی خواهش میکنم منو درک کن. تو آدم با تجربه ای هستی. ما باید در کنار هم باشیم، ولی چی کار میتونم بکنم؟ کار تقدیره که با این آدم رو به رو میشم. اگه دینیو که به گردن دارم ادا نکنم شاید دیگه فرصتی برام نباشه. مروه اینجا خوب بهت میرسه، دیگه باید برم. منو ببخش. ریحان اشتباه میکنی. متوجه منظورم نشدی. من در از تو رو ریحان میدونم چرا منو ول کردی. میدونم ریحان، ولی قول میدم عوض بشم. حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم، هر کاری. تو چه جور آدمی هستی؟ ریحان، من بابت دیروز عذر میخوام. میشه باهات حرف بزنم لطفاً؟ من حرفی ندارم با تو بزنم. هم واسه من اونطوری گریه میکنی، هم دست از کارات بر نمیداری. ریحان، قول میدم دنبال این کارا نرم. قسم میخورم نرم. قول میدم عوض شم. یه فرصت دیگه بهم بده. همیشه همینو میگی. دیگه بهت اعتماد ندارم. خیلی دلم میخواست حرفاتو باور کنم ولی نمیتونم. ریحان، پشت دیدین؟ اون طرفو گشتیم. بیا اون برید اون طرف. اون طرف بیا یواش. آس. آقا عدنان آوردم. چه اتفاقی براش افتاده؟ آقا چه مسئله خانوادگیه. جواب بدین. آقا عدنان چی شده؟ لطفاً به سوال من جواب بدید. مسئله خانوادگیه. چی شده آقا؟ آقا عدنان چی اتفاقی افتاده؟ مرده؟ برید کنار. اجازه بدین. اجازه بدین یه عکس بگیرم. برید کنار. این آخرین سواله.
قربان حالش چطوره؟ خیلی حالش وخیمه. هنوز زوده که بخوان نظری بدم. ولی اونی که شلیک کرده خوب به کارش وارد بوده. هالوک، خدا ازت نگذره هالوک. حمله مسلحانه به عدنان آکیول تاجر بزرگ در خانه وی تعجب همه را برانگیخت. عدنان آکیول که در بین اطرافیان خود فردی موفق و خیر است، مدیر انجمن حمایت از کودکان مبتلا به اوتیسم نیز می باشد. به نظر من کار هالوکه. مطمئناً کار اونه. برای اینکه همین دیروز اومد و با اسلحه آقا عدنان رو تهدید کرد. با چشمای خودم دیدم. از خونه بیرونش کردم. ولی چون تهدیدش کرده که نمیتونیم ثابت کنیم کار هالوک بوده. شاید کسای دیگه هم تهدیدش میکردن. در مورد فرد نامورد تحقیق کردیم جناب کمیسر. به جرم همراه داشتن اسلحه بدون مجوز و چندین مورد تهدید به زندان افتاده. 8 ماه زندان بوده، 2 ماه پیش هم از زندان آزاد شده. خیلی خوب، متوجه شدم. میتونید برید. خیلی خوب. دخترم تو برو کمی استراحت کن. بچه‌ای که 2 ساعت دیگه برای تحقیق میان پیشت باشه. خودتو ناراحت نکن. پاشو بریم. کار من نبود ریحان. کار من نبود. بیا دختر معصوم من. تا جایی که متوجه شدم اینجا چند روز آینده در کنترل پلیسه. ولی اگه چیزی لازم داشتی من میتونم. چیزی لازم ندارم، ممنون. هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه. تمام امیدام برباد رفت. فقط بیاس برام مونده. ریحان، بیاس نقاشیشو یادش رفت. نه، هدیه داد به تو. ازش قبول کن. خب یعنی عمو ابراهیم حالش کاملا خوب میشه؟ من خیلی نگرانشم. البته که خوب میشه افه جون، گفتم که مثلا که میخواد خوب بشه واسه چی هنوز تو بیمارستانه؟ چون که هنوز کاملا خوب نشده. چرا زحمت کشیدی؟ واسه خودمم میخواستم بریزم. ممنون. افه جان تو بیا بشین اینجا پسرم. چشم. بشین عزیزم. خدا رو شکر آقا ابراهیم امروز خیلی خوب به نظر می اومدن. راستش منم به خاطر اون اومدم پیشتون. چیزی شده؟ نه، اون حالش خوبه. فقط از بی‌توجهی مراد خیلی ناراحته. آره، مراد باز خودشو درگیر یه ماجرا کرده. بله، همچین درگیر کرده که همه چی یادش رفته. حالا ما هیچی. ولی درست نیست آقا ابراهیمو اینقدر ناراحت کنه. خیلی خوب، امشب من میام همراش میمونم. نه نیازی نیست. امشب شیفت منه، خودم بهش سر میزنم. شما زحمت نکشین. ولی اگه مراد اومد خونه بهش یادآوری کنین. باشه حتما. چی بگم؟ آلوک وایسا ببینم. چی شده؟ میخوام رئیس آسمانو ببینم. اون تذکر داده که اینجا نیای. باید برای مدتی جیم بشی. ولی من که کاری نکردم. چرا انداختن گردن من؟ من حالیم نیست. رسمینه. دنبال چراش نباش. برو ببینم. برو. مادر افه مراد، افه نیست. یعنی چی که نیست؟ فرار کرده رفته، نیستش دیگه. ای خدا صبر بده. اگه حواست جمع نکنی همینطوری میشه دیگه آقا مراد. یعنی چی؟ پیش آقا ابراهیم نمیری، از دست دلگیره. حقم داره. به مروه که توجهی نمی کنی، خونم که نمیای. نونوایی رو تحویل گرفتی ولی حتی یه دفعه هم بازش نکردی. باید افه رو پیدا کنیم.
مادر چطوری؟ مروه مراد تو اینجا چی کار میکنی؟ مروه افه نیست. یعنی فقط افه نیست؟ برای تو دیگه هیچکی وجود نداره. مادرت نیست، عمو ابراهیم نیست، نونوایی نیست، منم نیستم. مروه آخه مگه میشه؟ اونطوری که فکر میکنی نیست. بله همیشه همینطوره. معلوم نیست چه حکمتیه که من هر چی دربارت فکر میکنم برعکس در میاد. میشه بعداً دربارش حرف بزنیم باشه؟ الان باید افه رو پیدا کنیم. اول برو از عمو ابراهیم دلجویی کن. ای بابا من بهت میگم افه نیست، وقت تو چی بهم میگی؟ نمیشه برای یه بارم که شده به حرفم گوش بدی؟ تو اینجا کاری داری؟ خاله مروه میگفت تو نمیای پیش عمو ابراهیم. راست میگفت عمو مراد؟ بله زیاد نتونستم بیام. خب به جای تو من اومدم. کار خوبی کردی. ببینم اونا چیه؟ نقاشی یه بچه کوچولو. ببین عمو ابراهیم. چرا همش اینه همه؟ کسی رو کشتن؟ برشون کن، برات نقاشی دیگه ای میارم. بده به من. مگه ندادیشون به من؟ بگیر ببین. بالاخره وقت کردی بیای. کارم خیلی به هم ریخته است. ولی خدا رو شکر حالتون خوبه؟ نه مراد اصلا حالم خوب نیست. اما ابراهیم هر چی بگی حق داری. چرا چشمای این آدم یکیش اینطوریه یکیش اونطوری؟ بده ببینم. افه تو اینجا پیش عمو ابراهیم بمون. خب مبادا جای بریا باشه. مراد داشتی یه چیزی میگفتی. طوری که فکر میکنی نیست عمو ابراهیم. ببین من آدم بدی نیستم، ولی الان باید برم. ای بابا هالوک چی کار کردی؟ از اینجا برو. چرا؟ پلیس فهمیده که تو خدمت آقا عدنان رسیدی. همه جا دنبالت میگردن. از اینجا برو. ولی کار من نبوده رفیق. ولی تو محل همه میگن کار تو بوده. یعنی چی؟ من نمیدونم. عثمان به همه اینطوری میگه. اون به تو افتخار میکنه. میگه آفرین به هالوک که حساب عدنان رسید. نامردا به هم خیانت کردن. خیانت. دست بردار مراد. من یه مدرک حسابی دارم. ببین اینو بچه های ما تو محل حادثه پیدا کردن. روشم اثر انگشت اون یارو هالوک هست. اون وقت تو میای نقاشی های یه بچه 8 ساله رو نشونم میدی؟ جناب کمیسر بله از نظر شواهد حق با شماست، ولی این چشما رو ببینین. بچه برای چی اینو کشیده؟ حتما اونیو که تیراندازی کرده دیده. چه اشکالی داره یه بررسی بکنین؟ هیچ اشکالی نداره، فقط شرف کاریم از بین میره. همین. قربان شما میدونین که 7 سال از زندگی من پیش این آدمای رزل گذشته. اونا ادعای معرفت دارن ولی خودشون از پشت خنجر میزنن. این آدمای عوضی و نامردی هستن قربان. من خوب میشناسمشون.
برای اینکه منم یکی از اونا بودم. خواهش میکنم به حرفم گوش کنین، شاید بتونیم یه آدم بیگناه رو نجات بدیم. نورتن خانم اینجا چی کار میکنین؟ آقا عدنان ایشونه؟ بله. تو تلویزیون دیدم اونی که پسرم بهش شلیک کرده اینه؟ من نمیدونم. ولی من میدونم. همه میگن هالوک زده. ریحانم اینطور میگه، خودش به هم گفت. گفتین ریحان؟ آره ریحان. اگه پسرم نمیافتاد زندان قرار بود با ریحان ازدواج کنه. من ریحانو بیشتر از جونم دوست دارم، اینه دخترمه. ولی نورتن خانم میشه داستانو از اولش برام تعریف کنیم؟ منم با پدرم تماس میگیرم، شاید بشه کاری کرد. باشه دخترم. تو عجب آدم زبون نفهمی هست یا پسر؟ چشم مصنوعی، بهتره تا کار خیلی بارا نگرفته زودتر تموم شه. آره رئیس، خیلی کشدار. نگران نباشید الان تمام میشه. چه تعوضی؟ چرا این کارو با هم کردی؟ ها؟ چرا؟ مگه من چی کار کردم؟ بهم نارو زدی. کار کسی دیگه بود. چرا انداختی گردن من؟ چرا این کارو کردی؟ پسرم رسم اینه، مگه نمیدونی؟ خوب میدونم. رسم نارو زدنه، مگه نه؟ هالوک نه، صبر کن. دخالت نکنید. شماها دخالت نکنید. باید کارشو تموم کنم. هالوک ارزش نداره. این کاری نکن همه چی از دست بره. نکن هالوک. برعکس مراد، همه چی از دست رفت. دیگه چیزی ندارم از دست بدم. ریحان هالوک بسه دیگه. این دفعه میخوای گردن کی بندازی؟ گردن مراد یا این آدم؟ من قاتل نیستم. میدونم، ولی میتونستی باشی. برای اینکه اون اسلحه رو دست گرفتی، درست همینطور که الان گرفتی. تو رو دوست دارم، همیشه دوست داشتم، ولی باید بدونی این راهی که پیش گرفتی آخرش به بدبختی میرسه و یه روز یه کسی دیگه هم با خودت همین رفتار رو میکنه. نمیخوام با همچین کسی زندگی کنم. همه چی رو از دستم گرفتن. همه چی رو از دست دادم. اونم از دست داده بود، ولی حالا چیزای دیگه ای به دست آورده. هالوک، اگه دنبال عدالتی اونو ولش کن. به خدا پناه ببر. همه چی رو بسپر به خداوند عادل. بچه بیاین اینا رو ببرین. چشم قربان. برو. جفت چشای این یارو که عین همه که. ولی چشمای این متفاوت قربان. چی شده؟ زداش برو. مروه بریم دخترم. باشه پدر. من میرم اداره پلیس دخترم. جناب کمیسر، خیلی ممنون که اجازه دادین از مادرش خداحافظی کنه. فرض کنیم همدست نبوده با اون یکی اعتراف کرد عدنانو زده، اما رفیقت به خاطر تهدید و اسلحه بدون مجوز میفته زندان. ای بابا واسه چی وایستادی؟ برو دیگه. اگه میخوای حلالیت بگیری زودتر برو دیگه. شب خیلیه. مادر گریه نکن. دارم میرم زندان. این مجازات حقمه. بذار. به لطفت مادر. میرم و
اونطوری که میخوای برمیگردم، پاک از هر گناه. توبه میکنم و میشم یه هالوک دیگه. مراد، به تمام اتفاقایی که برام افتاد خوب فکر کردم. تو هر کاری خیری هست. تازه میفهمم واسه چی باید تمام این بلاها سرم میومد. ممنون. حلالت کردم. نگران مادرت نباش، من مواظبشم. بیا باید بریم. حلالم کنین. حلالت کردم پسر. خدا مادرت رو حفظ کنه. ازش بخوا برامون دعا کن. چشم. حلالت کردم برادر مراد. اگه تو نبودی اینطوری نمیشد. ممنون. مراد صبر کن. در رابطه با ریحان خانم من اشتباه کردم. بله همینطوره. ولی من نمیدونستم، یعنی چطوری بگم. مراد، عمو ابراهیم. عمو ابراهیم. عمو ابراهیم. سلام مراد. من میرسونمت خونه. لزومی نداره. برزم یه نفر دیگه به جای من پیدا کن. چرا اوستا؟ من دیگه نمیتونم کار کنم. به خاطر سلامت جسمیته؟ دوست ندارم دروغ بگم مراد. مشکل جسمی ندارم، ولی نمیتونم با تو کار کنم. دیگه تحملشو ندارم. خب دیگه خداحافظ. خداحافظ. عمو مراد، عمو ابراهیم واسه چی رفت؟ اینطور ترجیح داد. یعنی چی؟ زندگی دائم یه امتحان افه. داریم بدون وقفه از غربال اتفاقات رد میشیم. آدم مگه در راه درست باشه تو هر غربالی بدیا رو باقی میذاره، زلال و پاک میشه. ولی اگه در راه نادرست پیش بره دائم خوبیا رو تو غربال باقی میذاره و با هر قدم گرفتار چاله و چاه دیگه ای میشه. گذر از این غربالای امتحان بعضی وقتا خیلی سخته. حتی ارتباطمون هم نوعی امتحانه. آدما میتونن روابط متعادلتری نسبت به طرف مقابلشون داشته باشن، ولی خیلی وقتا اطرافیانشون از دست میدن. وظیفه ما اینه که کاری نکنیم دوستانمون مورد رنجش قرار بگیرن. نباید اونا رو اذیت کنیم. ولی اگه بازم دوچار چنین مشکلی شدیم باید زجرش رو تحمل کنیم و دعا کنیم تا خواستمون برآورده بشه.